عایشه خدا از آنها راضی باشد، همسر گرامی رسول خدا درود بر او میگوید: مردم در روز جمعه از خانه های خود و عوالی به معنای مکانی در 4 میل مدینه به طور نوبتی برای شرکت در نماز جمعه می آمدند و لباسهایشان در اثر عرق و گرد و خاک بدبو می شد. روز رسول خدا درود بر او در خانه من بود که یک نفر از آنان به نزد رسول خدا درود بر او آمد. رسول خدا درود بر او فرمودند: چقدر خوب بود اگر شما برای این روز طهارت یعنی غسل می کردید. حدیث بخاری، کتاب نماز جمعه. نماز جمعه بر چه کسی و تا چه فاصله فرض است؟ بابی 10.